اینا همه دانه سرخک اینا دانه سرخک اینا ای پیش سیرکینار اکای ایگرون ودتا گراناتا از تاجیکستان برای اکم برای بابی ایشان سلامت باشه که بخشش بابی جان. من خیلی سخواد اومدم برای خودت علی باس اینا برادرم درنی میوگیو فقط چیکافتم برای خودت اینا درنی میوگیو دادم اینا درنی میوگیو دادم این ایجاد تربوز و تمام چی هست باور نکنید درنی بزرگ سخواد اومدم انا اومدم ایجاد برای خودت اینا همه دانه سرخک اینا دانه سرخک اینا همه دانه سرخک یک تا برای اکنوم شانه میگیریم که نیودوب نه با روسی خواهیم میگیریم تا گراناتا اکرم بگو که تیار بشه تیار شوه بزرگ صداوتا نمیتا گراناتا وزریف واگونا بگو تا چوکا مویکا که بگو واگونا یا کلاپی نیلوبلو کاروچی اکرم بگو که تیار کنیم دانه سرخک گرفتم تا گراناتا وزریف میتین میشینه مولی اکای ایگرون ودتا گراناتا از تاجیکستان تالکا دلیا علی باس بو نگی که همی دانه سرخک ای همی مسکو خریده نه اینا سیوما مود خمونه اینا دوشنبه اینا برادرو علی باس بو نگی که ایرا همی مسکو خریده نه این دوشنبه شیسته برای خودت من نامشان نمیگیرم فقط میگم دانه سرخک با ای بچه ها یک قصه داره برادر که تماشا دارن مورا من رفته ساق سلامت برسم همین را بوریدن ده من نقل میکنم که چی حادثه گذشته که دانه سرخکتی علی باس من نقلتون میکنم و من میگم که علی باس کیه علی باس با خطی شما شناس میکنم این دانه سرخک آمده است ای پیش سیرکینار تاجیکستان تماشا کنین برادرو تاجیکستان تماشا کنین این دانه سرخک آمده است هی علی باس ماشا انورم قریب اومده است انورم انا برادرای عزیز ایرپورت دیم علی باس گفتم بچه یوونای به حد سگری گپ دونای باور که پهلوانی شخه همه میدونه در یوون علی باس دانه سرخک آورده استم تیاری طبیعی انا علی باس که من شما را شناس کنم علی باس انور قیمه وای که ما کوشش میکنیم که خودش بدهش شما رو بگه که برای چی قیمه وای بعد انو وقتا با میخنده مقصد گپ علی باس شرکت دارن شرکتی که من بسیار رکلامش میکنم اینها بچه خوبه بچه و تندرست بچه میخواد که در خلق خدمت کنه خیلی زندگی همه کار میکنی زندگی تا پیش میبری این همین رقمو شما من میمونم برای بار میارم و مسکو فورا دوران همین خدمتی خلق دارن اینا کسانی که اگر بار داشته باشن بارشون روان کنن این رقمو رو من میمونم این همینجا ان شاء الله که خدمت شما دارن همین برادرای ما علی باس تیاری طبیعی این ایرپورت نزدیک شدیم اوه گپ نیست دوستان عزیز ما درون ایرپورت داریم در عقدان دوگو باشه ان شاء الله که سلامت رسیدیم با میخریم ویدیو هم دیگر هم ببینیم زنده و سربلند باشید و در آخر چی گفتنیم برای مسئله بلیط این ما چند سال یک برادر قتی دادگیری زورای مسئله بلیط ده باور کنین ارزانه هم تجربه دارای این هم سایت یوتیوب دارن هم یوتیوب شون تماشا کنیم مقصد که مسئله بلیط فقط گام بزنه همه روزه که ارزان شده و قیمت شده همه روزه شما ده معلوماتی نو بناو میتن این رقمو شما رو این معلومات زنگ بزنید تمام دنیا که شما سفر داشته باشین شما مسئله تاجیکستان دبی ترکیه هر جایی که بخواید شما ده بلیط پیدا میکنن میومن ارزانش هم میتن شما
این توصیه من برادرای قدردان من در خدمت شما.